لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظیم. ابتداءً لازم می‌دانم سلام سرورم جناب حضرت مولانا مطهری حفظ الله را که به علت مقداری کسالت و گرفتاری علی‌رغم علاقه زیادی که داشتن نتوانستن شرکت کنند و جمعی از اساتید حوزه را اعزام فرمودند، سلام و تبریک ایشان را به محضر شخصیت بزرگوار وحدت بخش حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی و مجموعه اساتید دانشمند دارالعلوم مکی زاهدان و کلیه پرسنل، طلاب، حفاظ، قاریان و یکایک شما مردم عزیز عاشق سنت رسول علیه السلام عرضه کنم. سروران عزیز، گرد همایی ما و شما در اینجا یک گرد همایی عادی نیست. این همه برنامه ریزی و رنج و زحمتی را که حضرت شیخ الاسلام، مجموعه مکی، مردمان عزیز این دیار و مهمانان گرامی متحمل می شوند، در قبال پاداشی بس بزرگ است که با این همه عشق این رنج ها تحمل می شود. کدام پاداش؟ پاداش اجر و ثواب محبت و مودت بین مسلمین، پاداش اجر و ثواب تجلیل از احادیث و سنت‌های رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم و پاداش تجلیل از مقام علم و علما. برادر عزیز ما جناب مولوی خالد که الان به ارائه بیاناتی پرداختن که اگر این بیانات را متن قرار دهیم و شرحی لازم بر آن بنویسیم، کتابی ارزشمند برای برنامه دین و زندگی قرار میگیرد، حاصل زحمات مکی زاهدان است. ایشان و امثال ایشان آمدیم تا از این امر بزرگ ضروری جامعه محمدی علیه السلام تجلیل کنیم. دیدار ما با یکدیگر، اجتماع ما بر اساس محبت، دوستی ما با یکدیگر اولین اصل تقویت ایمان ماست. الله متعال می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. در سوره مبارکه توبه خداوند چند تا از اوصاف مؤمنین را بیان می‌فرماید و نتیجه آن را رحمت خود معرفی می‌فرماید. اولین ویژگی بعد از ایمان دوستی و محبت مسلمین را خدا بیان می‌فرماید. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. تمام مؤمنین عالم دوست و یاور یکدیگر هستند. گویا اگر کسی با مسلمین عشق نورزد، دوستی مسلمین در دلش نباشد، ایمانش خدشه‌دار است. مؤمن واقعی دوستدار تمام مؤمنین عالم است. حالا دیگه بحث قواعد عربی اینجا نیست که این الف و لام المؤمنین و مؤمنات چگونه فایده استقراق را میدن. به همین اکتفا میکنم که عشق به مؤمنین عالم، رابطه با اونها، دوستی با مؤمنین، خیرخواهی آنها
اولین مقتضای ایمانی ما و شماست و یکی از ابعاد این جلسه بزرگ همین تقویت پیوند میان مؤمنین و معارفه بیشترشان و محبت در بین مؤمنین نقاط مختلف این سرزمین بزرگ اسلامی است. اما موضوع صحبتی که در این چند دقیقه مختصر باید در خدمت باشم، اهمیت حدیث و خدمات محدثین در راستای صیانت از احادیث مبارک رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم. ابتدا حدیثی را از پیغمبر علیه السلام در فضیلت حدیث عرض کنم. حتی کسی که بشیند از روی اعتقاد و عشق به یک حدیث پیغمبر گوش فرا دهد که آن را خوب بیاموزد و وقتی به شهرستانهای خود رفت به دیگران منتقل کند. یکی از آثار بزرگ این جلسه را باید ما تعلیم علوم دین بدانیم. علما از مناطق مختلف می آیند، در مباحث مختلف مطالب اعتقاد، عمل، اخلاق، دین ارائه می دهند. دستاورد بزرگ ما که این رفت و آمد ما، قدمهای ما در راه رضای خدا حساب شود، باید عشق علم آموزی باشد. می‌فرمایند نضر الله امرأ سمع مقالتی فحفظها و وعاها و اداها کما سمعها فرب مبلغ اوعی من السامع. دعای خیر پیغمبر برای کسی که حدیث پیغمبر را بشنود. خداوند تر و تازه و شاداب بگرداند چهره کسی را که احادیث من را بشنود، نه فقط به گوشش برخورد کند، به عشق که سخن محمد علیه السلام است، آن را حفظ کند، نگه دارد، مواظب باشد فراموش نشود و همان طوری که آن را شنیده است به دیگر بندگان خدا برساند. ما اگر یک حدیث را از این جلسه با دقت گوش کنیم، حفظ کنیم، نگه داریم و او را درست به دیگران وقتی برگشتیم یا در طول عمر برسانیم، فرب مبلغ اوعی من السامع. بسیاری افرادی هستند که اونها در جلسه درس حدیث و استماع حدیث نبودند. در یک مجلسی حدیثی را به آنها میرسانیم، اونا از خود ما ناقل حدیث نگهدارنده تر هستند، بهتر حدیث را حفظ میکنند و به آن عمل میکنند. این دعای خیر پیغمبر که دعا میکنند خداوند شاداب و تر و تازه و خوشحال بگرداند در دنیا و آخرت کسی که عاشق شنیدن حدیث پیغمبر و حفظ آن و رسیدن به دیگران باشد. حدیث دیگری را در راستای فضیلت حدیث عرض می کنم، توجه بفرمایید. کسی که احادیث پیغمبر را فرا می گیرد و زحمت می کشد در راستای حفظ احادیث و آنها را به دیگران منتقل می کند، در حکم خلیفه رسول الله علیه السلام است. اللهم ارحم خلفایی، قیل و من خلفاؤک یا رسول الله. پیغمبر دعا می کنند خدایا رحم بفرما بر خلفا و جانشینانم. صحابه عرض می کنند یا رسول الله خلفای شما کی هستند؟ کی خلیفه رسول الله در طول تاریخ است؟ الذین یحفظون احادیثی و یبلغونها الی الناس. کسانی که احادیث مرا حفظ میکنن، آنها را یاد میگیرن از اینه که دشمنان در احادیث شبهه وارد کنند، از اینه که احادیث جعلی را به جای احادیث صحیح جا بزنند، احادیث را از آغشتگی به احادیث جعلی محفوظ نگه می‌دارند و احادیث صحیح را به مردم میرسانند. در طول تاریخ
اینها خلفای رسول الله علیه السلام، جانشینان رسول الله علیه السلام که به دعای رسول الله مشمول رحمت الله تعالی قرار میگیرند. اگر خواسته باشیم یک مقدار نقش احادیث را و جایگاه احادیث را بررسی کنیم، ارزش و فضیلت هر علمی به موضوع آن علم، به مقصود آن علم و اهمیت آن می باشد. علم حدیث از دیدگاه نفس حدیث یک نوع وحی الهی است. ما در شریعت مقدس اسلام جایگاهی بالاتر از وحی الهی نداریم و وحی الله تعالی به دو طریق به ما رسیده است: وحی جلی قرآن عظیم الشأن و وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس بالاترین علم قرآن عظیم الشأن و در درجه بعد از آن وحی قسم دوم احادیث و سنت های رسول الله علیه السلام. این نقش حدیث از نظر خدا و رسول، از نظر صحت که از جایگاه وحی برخوردار است. موضوع حدیث پیغمبر چی است؟ ذات النبی صلی الله تعالی علیه و سلم. در احادیث از چی بحث می شود؟ از اقوال و فرمایشات پیغمبر علیه السلام، از حالاتشان، چگونه پیغمبر عبادت می کردن، مشوره می گرفتن، دوستی می کردن، به جهاد می رفتن، تبلیغ می کردن. حالات پیغمبر چگونه بود که خودش دین است. اعمال پیغمبر علیه السلام و تقریرات و اموری که در محضر مبارک انجام می شده است و ایشان آن را نهی نمی کردن. پس موضوع حدیث شد ذات پیغمبر، فرمایشات، احوال، اعمال و تقریرات پیغمبر علیه السلام. و کدام علم بعد از قرآن بالاتر از حالات و افعال و اقوال و تقریرات پیغمبر است؟ چون خود پیغمبر علیه السلام نمونه عملی قرآن هستند. کان خلقه القرآن. از نظر موضوع و از نظر غرض و مقصود علم حدیث در طول تاریخ محدثین چرا این همه زحمت در راستای حفظ احادیث کشیدن؟ مقصد از حدیث چیست؟ الفوز به سعادت الدارین. اگر در طول تاریخ محدثین شبها را نخوابیدن، روزها را با گرسنگی رنج حفظ حدیث کشیدن، به خاطر که مقصد از حدیث رسیدن به رضای الله تعالی و سعادت دنیا و آخرت است. طلاب عزیزی که امروز فارغ می شوند، طلاب عزیز دوره حدیث، این سال یک سالی بسیار نادر در طول تاریخ برای شما بوده است، دیگر نظیر نخواهد داشت. یک سال سر درس اساتذه بزرگوار حدیث نشستن و مرتباً قال رسول الله علیه السلام، نه النبی علیه السلام، کان النبی علیه السلام، اینها را خواندن و کل زندگی پیغمبر را به تصویر کشیدن و مخصوصاً در هر حدیثی چند مرتبه درود شریف بر پیغمبر لازم بیاید. اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. نزدیکترین مردم به من محمد در روز قیامت، به رسیدن به شفاعت من، به تقرب به من، کسانی هستند که در دنیا بر من درود بیشتر فرستادند. و اگر ما بیاییم ببینیم در طول امسال طلاب دوره حدیث چند حدیث را قرائت کردند و شنیدند و در لابلای هر کدام چند درود فرستادن، شاید یک فرد عادی در تمام عمر خود موفق به اون همه درود بر پیغمبر نشده باشد. چه نیکو
ائمه بزرگوار ما حضرت امام ابو حنیفه و حضرت امام شافعی رحمهم الله در راستای حدیث و سنت میفرمایند. امام ابو حنیفه میفرمایند لولا السنه ما فهم القرآن احد منا. اگر احادیث و سنت پیغمبر نمی بود هیچ یک از علما نمی توانستند معنا و تفسیر قرآن را بفهمند. فهم قرآن متوقف بر احادیث و سنت پیغمبر علیه السلام است. حضرت امام شافعی رحمه الله می‌فرمایند جمیع ما تقوله الائمه شرح السنه و جمیع ما تقوله السنه شرح القرآن. تمام اجتهادات، استنباطات و آنچه را که ائمه دین بیان فرمودند برگرفته از سنت و شرح سنت است و تمام احادیث و سنت شرح قرآن عظیم الشأن است. این یک شمعی در راستای اهمیت حدیث. اشاره هم داشته باشیم در راستای خدمات محدثین تا امروز این احادیث نورانی اینطور مدون، سالم و محفوظ به دست ما رسیده است. نمی شود راجع به حالات تمام محدثین مطلبی گفت. اشاره‌ای به حضرت امام بخاری رحمه الله که این همایش به عنوان بزرگداشت ختم کتاب صحیح البخاری هست. ببینیم امام بخاری چه زحماتی در راستای حفظ احادیث کشیدند. اولا با توجه به اهمیت احادیث از زمان خود پیغمبر علیه السلام تعدادی از صحابه بزرگوار حدود 50 نفر از صحابه احادیثی را که از پیغمبر میشنیدن آنها را یادداشت میکردند. از جمله حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه یک مجموعه از احادیث را جمع آوری کرده بودند که اسم آن را الصادقه، الاقوال الصادقه گذاشته بودند. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه گرچه تمام احادیث را که میشنیدن نمی نوشتند، احادیث زیادی را حفظ داشتند، ولی مجموعه از آن را یادداشت کرده بودند به اسم المذکره. بعد از دوران پیغمبر علیه السلام وقتی دیدن صحابه در غزوات شهید میشوند، اجلشان فرا میرسد و گنجینه علوم نبوی در سینه اصحاب بزرگوار است، در زمان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ایشان دیدن که دارد احادیث پیغمبر از بین می رود، صحابه از دنیا می روند. به بلاد مختلف اسلامی نامه نوشتن به علما، از جمله به حضرت ابوبکر ابن حزم که در مدینه منوره بودند و از ایشان خواستند تمام احادیثی را که از پیغمبر علیه السلام نزد شما هست همه اونها را جمع آوری کنید. از اینجا شروع شد به نوشتن و جمع آوری حدیث که در اولین دوره جمع آوری حدیث افرادی همچون حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، حضرت ابن مبارک، حضرت امام مالک، امام اوزاعی و تعداد زیادی از کسانی هستند که به جمع آوری حدیث پرداختند. بعداً در دوره‌های بعدی آمدن احادیث را دسته‌بندی کردند، باب‌بندی کردند، اونها را به صورتهای مسانید و صحاح و سنن و امثال اینها نوشتند که خدمت بزرگ را حضرت امام بخاری رحمه الله تعالی در مدت 16 سال در حالت روزه در حرمین شریفین بنا به دستور و توصیه اساتید خود حضرت محمد ابن بشار و اسحاق ابن راهوی که می‌دیدن این نابغه روزگار که حدود 300,000 حدیث و از مجموعه آنها 100,000 حدیث امام بخاری حفظ است، توصیه کردند شما یک کتابی برگزیده از احادیث صحیح بنویسید. امام بخاری در مدت 16 سال در حرمین شریفین شروع کردند به نوشتن احادیث صحیح برگزیده از میان 100,000 حدیثی که از بر داشتند.
این احادیث را نوشتن و در مدت 2 سال در کنار روضه مبارکه رسول الله علیه السلام اونها را باببندی و ترجمه الابواب بخاری شریف را نوشتن و در این راستا مسافرت های زیادی علاوه از سمرقند و بخارا به بصره و کوفه و بغداد و حرمین شریفین، الجزایر، مصر و شام، در آن زمان که این هواپیماها و وسایل نبود سفر کردند و یکایک احادیث صحیح را جمع آوری کردند. عاجزانه از الله متعال مسئلت داریم خدای سبحان این محفل و مجلس دینی را از همه ما و شما، از عزیزانی که در این راستا چندین روز زحمت کشیدن و از جان و مال مایه گذاشتند و در رأس از حضرت شیخ الاسلام و مجموعه دانشمندان مکی و همه مسافرانی که به عشق الله و سنت رسول آمدن قبول درگاه قرار بدهد. خدای سبحان مراکز دین ما، علمای ما و کتاب و سنت را که نعمت بزرگ الله و یگانه دستاویز هدایت است، خدای سبحان در میان امت محفوظ بدارد و هرچند ما ضعیف و ناتوانیم به قدرت و لطف خود همه ما را در این راستا خدای سبحان به کار گیرد و زندگی ما را مبارک به برکت قرآن و سنت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.